سلام دوستای عزیز. غذای امروز ما ساندویچ مرغ بدون سس مایونز، در واقع رژیمی برای اونایی که میخوان غذای سالم داشته باشن. دوستان ما این قارچو زیاد سرخ نکردیم. قارچو با آبی که خودش میندازه با یکم تقریبا شو گفت انقدر خب کره میندازی با فلفل سیاه، مقداری آویشن، 2 تا قاشق چایخوری آویشن با پودر سیر و 1 عدد نمک میریزیم. اجازه میدیم قل بخوره، آبشو بکشه، رقیق‌تر بشه. بسیار لذیذ میشه. خیلی یک بار امتحان بکنید. نگاه این سسشو مال خودشه. خیلی لذیذ میشه. ما اینجا مرغمون رو هم گذاشتیم بپزه. اول آب درونش که آب اولیشه، پخت اولیشه، به خاطر اینکه بوی زخم نداشته باشه میذاریم یه قل بخوره، آبشو عوض بکنیم و مجدد بذاریم که بپزه. خب دوستان ما آبشو خالی کردیم، خود مرغم یه دور شستیم، اومدیم برگ بو، 1 عدد پیاز، 2 قاشق چایخوری پودر سیر، 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه و به اندازه 1 مشت از شنبلیله. عطر خیلی واقعا خوبی واسه مرغتون واقعا میده. 1 بار حتما امتحان بکنید. و 1 ذره پاپریکا، اونم بازم 1 اندازه 1 قاشق چایخوری، 2 قاشق چایخوری، 2 قاشق غذاخوری، ببخشید عذرخواهی میکنم، زردچوبه و نمک. حالا میذاریم که بپزه.